خیلی خیلی سخت این شمشیر زیبا رو از قسمت DMZ بگیرید دوستان. باید تو مود DMZ قسمت هاردش رو انتخاب کنید، کانفیرم رو بزنید، بازی رو استارت کنید دوستان. برید این قسمت مپ رئیس رو پیدا کنید، بکشینش، کریتش رو بردارید و خیلی زود از مپ بزنید بیرون. اگه دوستاتون هم بردارن تو قسمت نام براتون اون کریت میاد. بزنید رو قسمت ورهاوس، روی این قسمت بزنید و کریت اینجاست. کریت رو باز نکنید، روی مور بزنید، این قسمت رو انتخاب کنید، کانفیرم رو بزنید. در اینجا میبینید که کریت رنگش عوض شده، اپیک شده. اوپن رو بزنید و براتون باز میشه. متاسفانه پازلش 80 تایی، هر بار 4 تا بهتون میده دوستان. موفق باشید. لایک و